سالته؟ 19. خب چرا تو این سن داره این کار رو میکنی؟ اگه باید بگم شاید باور نکنم. حالا بگو شاید باور کردی. مامانم سرطان داره تو بیمارستان. میتونم ببرم نشونت بدم. 60-70 میلیون پول عملش. هر چقدرم بخوام کار کنم نمیتونم پولو در بیارم. مجبورم کار بکنم. حالا مامانت بیمارستانه؟ الان بریم نگاه کنیم مامانت اونجا بود، من همه هزینه‌اشو بهت میدم دیگه این کارو نکن. درست بود شربتشون. شماره شبا درست بود دیگه، درسته؟ خانم درسته؟ من 100 تومن برات واریز کردم. بله اینم رسیدش خدمت شما. شما الان 100 تومن واسه من زدی؟ بله. بدون هیچی؟ بدون هیچی. امیدوارم که هیچی از من نمیخوای الان شما؟ نه. باورم نمیشه. امیدوارم که دیگه هیچ وقت توی این مسیر نبینم.